اسم چی بود اصلا؟ اسم چیتا. آره. توضیح بده در مورد بینی که بینی تو میخوای چیکار کنی؟ بینی نیمه فانتزی میخوام. خب قد بینی میخوام کوتاه شن قد یعنی چی؟ یعنی بیرون زدگیش. آره دیگه درازش خب میخوام کوتاه شه. کوتاه هست. آره. خب قوس چقدر باشه قوس بینی؟ قوس ملایم داشته باشه، خط که بینی کانتور چقدر داشته بره بالا؟ باشه. زیاد نره بالا که مثلا سوراخ‌ها خیلی مشخص باشه. برای بینیم هم جمع شه از رو برون. سوراخ‌هاش هم کوچیک شه دیگه. بله سوراخ‌های بینی متناسب با بینی در میاد. نگران نباش. یه بینی نیمه فانتزی خوب و خوشگل از بینی در میاد ان شاءالله. و یه انحراف هم داری به سمت راست. بینیت کلا کجه که اونم باید درست کنیم. بیاریمش وسط. داریم بینی بیتا خانوم که بینی استخونی با یه انحراف شدید داشتن رو باز کنیم تا ببینیم که چطور شده. بسیار عالی. خط کنتور قشنگ داری. اینجای بینی شما ورم داره. دوست داری بینی تو ببینی؟ آره. چه شکلی می‌خواستی بینی تو؟ من نیمه فانتزی. نیمه فانتزی. خب خوب شده. خوب شده؟ آره. چیز فکر می‌کردی شد؟ آره. آره. دستون درد نکنه. ممنون.